طرف میاد میزنه تو گوش پدر خودش. یه خانومی میاد جلوی دوربین برمیگرده میگه خلم من برم با تو. آدمایی که تو این حوزه هستن دارن دامن میزنن. از چند تا بلاگر تا حالا پول گرفتی معروفشون کنی؟ 80 میلیون 100 میلیون. بابا بلاگر همه دیگه بلاگر شدن دیگه. دیدن دیگه همه دیدن دوربین میکاره شور میکنه نصیحت کردن خانم ها نمیدونم فلان بکنین چیز بکنین. با این دنبال چیه؟ بعد از اینکه همه از یادشون رفت افسردگی گرفت خودکشی کرد. هنر طرف چیه؟ برمیگرده میگه که سوسیس مخصوص خودته. اون بنده خدایی هم که داره برنامه میسازه کپی کارهایی که مستر بیست داره انجام میده. نیستم عرفان علیرضایی محمد کریم پور نیستم واقعا. پنل چجوریه؟ میان پستو میذارن پنل میذارن روش پست یو تو عرض 2 ساعت ویو میشه 2 میلیون. فرید کنزو. من چون یه داستانی دارم نمیتونم بگم. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه. من بعد از مدت‌ها دوری و بعد از مدت‌ها که نبودم دیگه به اصرار دوستان قرار شد یه ویدئویی بگیرم یه صحبتی بکنم در رابطه با این داستانایی که در فضای مجازی اتفاق افتاده باعث شد که من یه مدت طولانی کار نکنم. همین الانم دوست ندارم کار بکنم ولی خب بفهم. عرفان من یه چند سوال ازت میپرسم دوست دارم قشنگ واضح واسم توضیح بدی. نه خب اینا مثلا چی شده اون اتفاقی که افتاده چی بوده واقعا؟ بعد این همه سال تجربه که تو این زمینه کاری داری واقعا چرا الان دیگه هیچ کاری نمی‌کنی؟ ببین واقعیت اون موقعی که ما داشتیم کار می‌کردیم فضا هنوز این شکلی نشده بود. الان ترجیحاً فضای مجازی اینجوری شده که شما هر چقدر لوده‌تر باشی، هر چقدر بی‌هنرتر باشی و هر چقدر که بیشورتر باشی در معرض دیدی. حالا چرا این اتفاق میفته واسه این بنده خدا؟ یاد گرفتن اینکه بیان کثافتکاری بکنن. یه سری دوستانم میان رو اینا شروع میکنن صحبت کردن میفته کف فضای مجازی. طرف یه دفعه 1 میلیون 2 میلیون ویو میگیره با خوش میگه خب من دارم کار درست میکنم دیگه بذار این کثافتکاری رو ادامه بدم. براش مهم نیست اصلا. من میخوام ببینم این عصبانیت تو الان تو این داستان از کجا نشأت میگیره؟ دقیقاً از اینجایی که تو بعد از این داستان فیلتر اینستاگرام شروع شد این قضیه. یعنی تو زمان کرونا شما اینستاگرام رو نگاه می‌کردین اصلا اینجوری نبود. یه سری آدم‌های محدود داشتن کار می‌کردن با کیفیت. یعنی طرف وقت می‌ذاشت سناریو می‌نوشت مثلا با فیلم مردم می‌رفتن کار می‌گرفتن. شاید یه کلیپشون صبح تا شب طول می‌کشید. الان دیگه اونجوری نیست. الان از 85 میلیون آدمی که تو ایرانه کمترین حالت ممکن 50 میلیون فقط بلاگر داریم. چون طرف دیگه تولید محتوای مغازه خودش هم برده رو خودش و شروع میکنن حرفای زشت، کثافتکاری. چه میدونم طرف میاد مادرشو میاره، باباشو میاره، عمهشو میاره، مام بزرگشو میاره، بابا بزرگشو میاره. شروع میکنن دیگه همینجوری رندوم کثافتکاری. یعنی من تو اینستاگرام یه ویدئویی دیدم طرف میاد میزنه تو گوش پدر خودش. یعنی اونجا دیگه فاجعه بود. با خودم گفتم دیگه اینجا جای کار کردن نیست واقعا. به خاطر اینکه من وقتی میام مثلا سناریو می‌نویسم خود سرشاده شاید مثلا بعد وقت نزدیک 20 روز 25 روز یه سناریو طول میکشه. ما میریم سر فیلمبرداری واسه یه کار 2 روز من فقط فیلمبرداریم طول میکشه. فکر کنم ما این همه وقت می‌ذاشیم یهو مثلا ما می‌خوردیم 500 مثلا کی یهو اون بنده خدایی که میومد مثلا کثافتکاری می‌کرد یهو می‌خورد 2 میلیون. خب بچه‌ها دل سرد می‌شدن دیگه واسه چی کار بکنن؟ واسه کی کار بکنن؟ الان شما نگاه کنی همه سناریو شده آب تو خیاری. یعنی میخوای بگی اینا مثلا توی اون الگوریتم اینستاگرام و نحوه برخورد بلاگرها آدما کسایی که اینفلوئنسرن اصلا ربطی به این داستان نداره اصلا. یعنی بسیار شانسیه به نظر شما؟ خیلی شانسیه. الان دیگه ما اینجوری بهت بگم دیگه کاملا شانس شده. اصلا ببخشید دارم بهت میگم یه خانومی میاد جلوی دوربین برمیگرده میگه خلم من برم با تو. یو این پخش میشه تو اینستاگرام یو میگه یک روزه یورو از مثلا 100 نفر 100 تا دونه میره وای میسه تو 1 میلیون. چی شد؟ یارو برگشته گفته خلم من برم با تو. اونی که میگه فلانی کنسله یا تو یه روز 500 که 600 که. خب چرا این اتفاق میفته؟ بعد آدمایی که تو این حوزه هستن دارن دامن میزنن. یعنی من از این مثلا واقعا ناراحت میشم که تو مثلا میای فیلم منه عرفانو برمی‌داری میری روش ریاکت میدی با اینکه مثلا مردم بخندن بعد منو داری معروف میکنی. من دارم معروف میشم با این کار تو. من دارم معروف میشم و طرف با خودش میشینه فکر میکنه میگه واو من چقدر آدم اوکی هستم. حالا بذار توی این زمینه یه سوال ازت بپرسم. خب ببینم خودت تا حالا به خاطر ویو چیزی گفتی که بهش اعتقاد نداشته باشی؟ تو صفحه خودم یا تو مثلا کلیپایی که ساختم اصلا فرقی نمیکنه. فضای مجازی پیوسته است. حالا صفحه خودت صفحه دیگران ادبانه نگفتم ولی خب بوده مثلا راجع به اعتقاد مختص راجع به اعتقاد یعنی اعتقاد داشتی یا نداشتی؟ مثلا به چیزی اعتقاد نداری فقط واسه اینکه ویو بخوری این کارو انجام. من مثلا سر اینا چیز بکنم مثلا یه برنامه ما ساخته بودیم توش سوال شد که شما نظر درباره رفیق جنس مخالف چیه؟ با این اتفاقی که تو تمام دنیا داره اتفاق میفته. خب من اینو ترجیحاً گفتم نه ولی خب دروغ گفتم.
واقعا رفیق جنس مخالف مگه میشه تو حوزه کاری ما نباشه؟ اینو میمونه شما مثلا بگین آقا مثلا دو تا بازیگر مرد و زن مثلا با هم دیگه دوست نیستن، خب مگه میشه نباشه؟ تک کلمه‌ای داری فرار می‌کنی دیگه، ولش نه بیا راجع به بقیه‌اش صحبت. از چند تا بلاگر تا حالا پول گرفتی معروفشون کنی؟ من اوایل که شروع کردم پول نگرفتم، ولی از 2-3 ماه بعدش شروع کردم پول گرفتم. باید میگرفتم. دو تا علت داشت، یکی حالا امرار معاش خودم بود، دومی که اینا پول نمیدادن واقعا دل نمیسوزوندم، باید میگرفتم. هزینه زیادی هم واقعا نگرفتم بگم هزینه زیادی بوده، نه به خدا. خب اونا خیلی پول زیادی در میارن این بلاگرها. خب مثلا ازت نباید بیشتر ازشون بگیری واقعا صادقانه. الان من بهت بگم الان خیلی بچه‌ها هستن که الان هم مثلا میان کار اسپانسری میگیرن 80 میلیون 100 میلیون، به من عرفانی که مثلا کارشو می‌نویسم میرم کارگردانی میکنم 3 تومن به من میدم از 80 میلیون، یعنی کاری که من دارم پرورشش میدم. خب میره برای چی بود؟ چون الان دیگه فضای مجازی جزو فیوریت هم نیست اصلا. بگم مثلا من شغلمه واقعا، مثلا از روز اولم بلاگری شغلم نبود بخوام رو این فوکوس کنم، ولی خب خیلی اشتباه کردم. اگر بک بزنیم بریم عقب، مطمئنا پولی که میگیرم مطمئن باش که 30% 40% اون پولی که اسپانسر میگیرن من میگرفتم. صحبتایی که داری میکنی کلا راجع به بلاگراست یا کلا راجع به فضای مجازی؟ چون مثلا دیدگاه آدمایی اینه که نظرشون اینه که کلا بلاگرا اصلا دارن فضای فرهنگی جامعه رو مسموم میکنن، مخصوصا بلاگرا، حالا بقیه‌شون نه. جدیدن این اتفاق افتاد. جدیدن، یعنی شما میگم قبل زمان کرونا میدیده اینجوری نبود. باز مثلا طرف میومد یه تبلیغ میکرد، یه بازده به شما میداد، میومدی مثلا شما میومدی 50 میلیون میدادی، طرف اندازه 50 میلیون بهت بازده میداد. الان اینجوری نیست. الان ببین بهت بگم، حالا من بچه‌ها شاید ببینن ناراحت بشن، ولی از بچه‌ای که قدیمیان از 100% 70% پیجا کلا نابود شد دیگه. بابا بلاگر همه دیگه بلاگر شدن دیگه. الان طرف چیکار بکن؟ به قرآن دیگه کم مونده جلوی دوربین شلوارشون رو در بیارن. یعنی دیگه میرسیم به اونجا. هم سوالای منو اسپویل نکن لطفا. با یه جمله بخوای فضای مجازی رو تشریح کنی، طولانیش نکن، ولی اون جمله هر قشنگ پر محتوا کامل به نظرم راجع به فضای مجازی. زبالدانیه که تمام بچهای نسل زد رو داره میکشه در اون خودش. یعنی به بقیه نسلا ضربه نمیزنه. بابای من که دیگه زیاد تو این فضا نیست، یا مثلا چیزا تو که مثلا تو سن و سال مثلا من در 60 رو میگم، حالا جزء نسل زد زبالدانه واقعا. بعد بلا اساسا یه حرفی نیما شعبان نژاد زد، حرف درستی بود واقعا. آدم‌های بسیار کوچیکی به بزرگ کرد. الان طرف پیجش میشه 100K، تو خیابون راه میره از بالا به پایین نگاه میکنه، تو باید به من سلام بکنی. من یک جا رفتم نشسته بودم ولاغ، اصلا 2-3 تا بودن از این بچه‌های 200 کای 300 کای نشسته بودم، غذاشون رو خوردم، بلند شدم رفتم بیرون. گفتم داداش مگه نمیخوای حساب کنی؟ نه داداش ما اومدیم اینجا غذا خوردیم، باید باعث افتخار طرف بشه. حالا یه سوالی واسه من پیش میاد، این چرا اصلا توی این فضا داری کار میکنی؟ اینقدر منزجر، اینقدر حالت خراب. واقعیتش من زمان کرونا که اون اتفاق افتاد و در تئاتر و سینما بسته شد و ما دیگه نتونستیم کار کنیم، من راهی دیگه نداشتم. یعنی برای امرار معاش مجبور شدم بیام و متاسفانه این حالت گرداب داره و میکشه تو. چرا دروغ به ما خوشم اومد دیگه، چرا واقعا دروغ ندارم بگم. بگم من 12 سال تئاتر کار کردم، منو هیچکی نمیشناخت. من تو فضای مجازی با اینکه من پشت دوربین بودم، حالا بچه‌ها مثلا استوری میگذاشتن تو خیابون ما رو میدیدن مثلا میشناختن، همین یه ذره تننگر خورد. از یه جا به بعد دیدم نه من اصلا دارم واقعا له میشم. یعنی خب جزء انگیزه من نبود، من انگیزم سینما بود، خواستم تئاتر خفن کار کنم. تو ایران بها ندادن، واقعا بها ندادن. من خیلی کشته شدم. اینستا یا تئاتر اصلا قابل مقایسه نیست واقعا. تئاتر پولی توش نیست، ولی الان مثلا یه سری تئاتریا دارن مثلا تو حوزه یوتیوب کار میکنن، یا بالعکس یه سری یوتیوبرها تو حوزه تئاتر، ولی بیشتر اصولا حالا تئاتریا دارن تو حوزه یوتیوب کار میکنن. نظرت راجع به این داستان چیه؟ شدنیه؟ یعنی اون کسی که اون ور بوده مثل شما؟ جز اون دسته آدما بودم که من داشتم کار میکردم، همه میومدن به من میگفتن تو خجالت نمیکشی با این بچه‌ها کار میکنین؟ و شروع کردم منو واقعا از یه جای به بعد بایکوت کردن تو تئاتر. و همون آدم‌ها بعد چند سال تازه فهمیدن فضای مجازی هم وجود دارد و زنگ میزنن به من، داداش ما میخوایم یوتیوب بگیریم، ما چیکار میتونیم بکنیم تو مثلا الان دیگه مثلا چیز بلدی؟ و یه داستان دیگه هم خود بچه تئاتری دارن و خیلی میتونه ببینی بلا استثنا رو با هم دیگه حسودن. اتفاقا من خیلی جالبه، من اصلا رشته کلام من یعنی پشت کلام تو هست. من یه سوال داشتم مثلا بعد از این می‌خواستم یه سوال ازت بپرسم، میگم ببینم مثلا نظر شما چیه؟ میگن رشد بلاگر با ترغیب حس حسادت مردم رابطه مستقیم داره. بله
واقعیه این داستان؟ بابا طرف میومد نگاه میکرد میدید خب اون آدم تو خونه نشسته گوشی دستشه داره میلیون در میاره و این هرس میخورد و این آدمی که مثلا داشت تئاتر کار میکرد یا اصلا چیزی داشت هرس میخورد. نه منظورم چیز دیگه ای بود. خب ببینم این رشد این بلاگرها، یعنی میان حسادت مردم رو ترغیب میکنن. آره. حسود میشن بهشون، ما خیلی خفنیم، ما خیلی بالاییم، ما اینجوریم، ما اونجوریم، پیگیرشون میشن، فالوشون میکنن و اینا رشد میکنن. این اتفاقی میفته یا نه؟ اصلا روند چیز دیگه ایه. نه دقیقاً این اتفاقی میفته بابت این قضیه. مثلا شما بخواید مثلا مثال بزنم که من هیچ موقع دوست ندارم اسم ببرم، یعنی تو سناریوهاتون مثلا شما اینو مد نظر نگه می‌دارین؟ آره چرا نکنه کسی. فضا مجازی هرایی که تو بخوای یه سری حاشیه درست بندازی. مگه حاشیه درست هم داریم؟ حاشیه درست داریم داداش. مثلا میگم طرف میومد ازدواج میکرد، خب اون ازدواجش رو به نحو احسن استفاده میکرد، ولی اونی که میومد مثلا مثال میگم هنوز مثلا ازدواج نکرده میومدن حاشیه مینداختن، خودشون رو برد میکردن، بعد آخر سر میگفتن دروغ بوده. یعنی منظورتون دروغ و راسته، یعنی حاشیه‌ای که بر مبنای یه اتفاق صحیح و درست و صادقانه اتفاق میفته. بی پرده میخوام یه سوال ازت بپرسم. داری میرسم به حاشیه. من عاشق حاشیه‌ام. اصلا این برنامه ساخته شده توش حاشیه باشه. به نظرت بلاگرها برای جذب فالوور تن فروشی میکنن الان یا نه؟ تن فروشی به چه منوال؟ یعنی اینکه مثلا به عنوان یک کالا خودشون رو میبینن، حالا چه مرد چه زن، اصلا حوزه رو وارد خانم و آقایون نمیکنیم، هر کدومشون وارد سیستم تنشون میشن، تنشون رو به نمایش میذارن و از این حوزه استفاده میکنن برای اینکه فالوور بگیرن، جذاب بشن، اون اتفاقی که میخوان واسهشون بیفته. خانم شینکه که اسمش رو نمیبرم میشناسین؟ یه جایی تو چالنجامون باید همه رو بگی. الان من بگم نمیگم تعداد زیاد، اون 10 نفری هم که اسم اینو بشنوم و برم اونو دنبال بکنم من مقصرم. واسه همین میگم خانم شینکه دیدن دیگه، همه دیدن، دوربین میکاره شروع میکنه نصیحت کردن خانم ها، نمیدونم فلان بکنین چیز بکنین. با این دنبال چیه؟ خودش ازدواج کرده، شوهرش از خودش خیلی بزرگتره، زندگیش تو اون ور آب داره به راحتی پیش میره. خب این یاد گرفت دیگه، یه ویدیو گرفت گذاشت، مردم ریختن سرش با اینکه دروغ بود. بعد گفتش که قشنگ تو ویدیوش داره قشنگ میگه دیگه، میگه این آدم‌های مردها اغلبشون مثلا ببخشید عذرخواهی میکنن لاشین و همه خانم‌ها میگفتن دست سود فلان، آقایون میانا فوش میدادن. به خودش اومد یا دید شد 2 میلیون، به خودش اومد دید شد 2 میلیون. آخه نه ببین نیا کن، داستان اینجاست که یه سری از بلاگرها احساس میکنن ویوی بالا یعنی احترام، یعنی مثلا من 2 میلیون ویو میخورم، یعنی مردم دارن به من احترام میذارن، منو میبینن. تو وقتی کار به ایجای مثل طرف باباشو برمی‌داره میاره جلوی دوربین، مادرشو میاره جلوی دوربین، شروع میکنن مادرشو میزنه، باباشو میزنه، باباش اینو میزنه، مامانش میخوره باباش میزنه زیر گوش مادره، پیرمرد پیرزنو برمی‌دارن میارن رپ میخونن. یارو توی شمال، اونم اسم میبرم، توی شمال یه دونه آهنگ خونده، یه آهنگ توی بازار ماهی فروشا خونده. تو واسه چی با اون بلاگر میری از اون بنده خدایی که داره شغل آبرومندانه داره چیز میکنه میره او 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 و یارو میاد یهو به خودش میاد یهو میبینه 1 میلیون شده. خب اون زندگیش چی شده الان؟ یه من بهت بگم چند سال پیش تو زمان کرونا اومدیم بیرون، یه آقایی بود ادای بورسلی رو در می آورد، به والله افتاد تو کف اکسپلور، همه شناختنش. بعد از اینکه همه از یادشون رفت افسردگی گرفت، خودکشی کرد. تو چرا میای این کارو میکنی با یه آدمی که تو خیابون الان دیگه مد شده، تو خیابون میبینن یه آدمی که مثلا داره یه کاری میکنه، دوربینو برمی‌دارن ازش فیلم میگیرن میذارن کف اکسپلور، میفته همه میان مثلا براش پیج هم میذارن 300 400 که یارو برمیاد. مثلا هیچ من بهت بگم هنر طرف چیه؟ برمیگرده میگه که سوسیس مخصوص خودته. تو چرا مثلا 2 میلیون فالوور داشته باشی؟ تویی که الان مثلا توی جای دیگه داری، شغلی داری، با اینا مردم باعثش شدن. همین بچهای بلاگری که میرفتن پیش ازش فیلم میگرفتن خودشون ویو بگیرن، تو باعثش شدی طرف زندگیشو بندازه تو فضای مجازی دیگه. تو خودت تا حالا شده یه چیزی بسازی، یه پستی بسازی که پشیمون باشی چرا ساختیش؟ یکی دو تا نمونهشو بگو. داداش من اصلا تا الان 500 600 تا کار ساختم، از 500 600 تا 50 تاشو قبول دارم، اونم سریال بوده. سریال ساختم، فیلم کوتاه ساختم، دادم بیرون، بقیه‌اش اصلا قبول، بقیه‌اش به خاطر پول بوده. کار بدی نبوده، نمیگم کاری که خودم قبول داشتم 50 60 تا بوده، بقیه‌اش اصلا قبول نداشتم، چون طرف میل تو بوده. تو اومدی به من گفتی من همچین کاری میخوام، من عین میل تو ساختم، ولی خب اون قامت هنری رو توش گذاشتم، نذاشتم مثلا بره سمت چیز، ولی خودم دوست نداشتم واقعیتش. من اصلا دوست ندارم این فلسفه جم تیوی که الان همه دارن میزنن رو دوست ندارم. دختر پسر همش یه اتفاقی میفته. خیلی منفی شد، خراب شد. نه نمیخوام اینجوری بشه. میخوام ببینم که به کدوم بلاگر واقعا حسودیت میشه. اگه بخوام مثلا بگی فلانی رو من انتخاب میکنم، حاضرم مثلا جامو باشه عوض کنم یا هر چی. ببین حسادت
نمیخوام منفیش کنم. جایگزین دوست داری مثلا جاش باشی، جاتو باهاش عوض کنی. ببین اصلا یه نفر بوده که مثلا درست کار کرده، سامان محکویه. سامان محکویه پسری بود که اون روزهای اول شروع کرد اجتماعی کار کردن و افتاد سر زبونها و الان رفت تو سینما. راه درستی بود. گفت من کار درست میکنم، فضای مجازی رو قشنگ میبرم جلو، میرم تو سینما که این اتفاق افتاد، رفت تو سینما. من اگه بخوام خودمو بگم، من که بلاگر نبودم، ولی اگه بخوام خودمو جایگزین بکنم میگم خب من این کارو انجام میدم در قبال چیز، ولی بقیه‌شون رو نان استاپ قبول ندارم. کدوم کارگردان به نظر الان مثلا به عنوان یه نویسنده یا کارگردان اول یه نفر رو تو حوزه خودتون بگو، یه نفرم به عنوان الگوت بگو، حالا تو زمینه تئاتر. الگو رو بخوای تو ایران در نظر بگیری علاوه سینما که میگم اصغر فرهادی، این خب دیگه چیز مشهودی دیگه، کاری که اصغر فرهادی داره میکنه هیچ کی نمیکنه. تو حوزه خودتون به نظرت یه کسی که حالا شاید اونقدرم، چون میدونین شما تو حوزه بلاگری، آره به خاطر اینکه شما نویسنده کارگردان هایی که تو حوزه فضای مجازی کار میکنین دیده نمیشه خیلی، اصلا هیچ نویسنده کارگردانی تو فضای مجازی نیست. یعنی خودشون دارن این کارو بیشترن میکنن. نه اصلا ببین اینا میزنن نویسنده کارگردان نیست. عزت الله انتظامی، استاد انتظامی با همه بزرگیش که همه بهش میگن آقای بازیگر، میگفت من بازیگر نیستم. طرف ورداشته دو تا کار چرت و پرت تو فضای مجازی ساخته زده نویسنده کارگردان. من چی بهت بگم، این شاید هیچ کی ندونه. هیچ نویسنده کارگردانی تو فضای مجازی نبود. من آوردم تو فضای مجازی. اصلا وجود نداشت. هر کی داشت کار میکرد همه دلی پشت هم دیگه جمع میشدن، 5 6 نفر کار میکردن. ما اومدیم کار ساختیم. اسمونو تازه من نزدم نویسنده کارگردان، میزدم بودم کاری از عرفان پورمحمدی. حالا بعد مثلا از فرضش همه شروع کردن ما نویسنده ایم، کارگردان میاد زیر تو کپشن مینویسن. بعد مثلا بهش میگم داداش تو اصلا علمشو داری؟ تو 2 تا کتاب خوندی؟ تو اصلا چی خوندی در رابطه با این قضیه؟ من که لیسانس بازیگری دارم، فوق مثلا ادبیات نمایشی دارم، همچین حرفی نمیزنم. یعنی هنوز که هنوز میخوام چیز کنم میذارم کاری از عرفان پورمحمدی. تو چجوری میای مثلا تو فضای مجازی میزنی من نویسنده کارگردانم؟ نمیخوام حالا اینجا نمیخوام اسم ببری، ولی کلا کیا تو فضای مجازی با حضور شما دیده شدن؟ سناریوت، کارگردان، چه دستان میتونیم بگیم دسته، چه آدمایی، چه قشری دیده شدنشون که هم از بچه بلاگر بوده، هم بچه پشت صحنه بوده، فیلمبردار بوده. چون من کارو میساختم، بعد خب اون اتفاقی شده یه کسی رو معروف کنی؟ آره. میتونی اسمشو بگی؟ آره. بگو. نمیگم. بعد بگی دیگه. ببین اگه داستان اینه که برنامه ما چالشیه، برنامه ما صداقت داره توش، باید واقعیت‌ها بیان بشه. منم بخوام این کارو بکنم فردا برمیگردم به من میگن تو زدی تو حاشیه، اسم ببرم میگن حاشیه است. ولی همه میدونن. خب اون بچه‌ای که قبلا تو پارک بودن و از یه جایی به بعد فتوا اومد بهشون گفت که حق ندارین تو فضای مجازی تو پارک کار بکنین، خب اینا اومدن جلو دوربین. خب چه کسی این کارو کرد؟ خب اینا همه میدونن. همشون هم الان میلیونی انا. حالا من نمیگم همشون با من بودن، ولی از 100%، 80%، 70% با من بودن. و الان همشون میلیونی ان. تو زیر میلیون اون کسی هم که میلیونی نشد دیگه ببخشید دیگه خیلی واقعا چیز بود. چون من اون دوره هر یه دونه کلیپام به هر کدومشون داشت 60 70 کی 100 کی مثلا فالوور میداد. ولی اتفاقیه رو نگفتی یا یه کسی که اصلا قصد نداشت معروف بشه ولی یه دفعه شد. اون بنده خدایی که این اتفاق براش افتاد اینجوری بود که روزی اومد برگشت به من گفتش که حالا اسم میبرم دارم میگم برگشت به من گفتش که من پول ندارم، بابام صبح تا شب داره کار میکنه، خرج زندگی نداریم بدیم، نمیتونیم کارش انجام بدیم. واقعا سر همین آوردمش و آوردمش تو دل قضیه کار کردم باش و الان خودش پیجی داره وایرال شد. چه جالب. و بعدها اون آدم اومد پشت سر من صحبت کرد. حالا مهم نیست. جو یوتیوب به نظر جذاب‌تر یا اینستاگرام؟ ببین فضای یوتیوب که الان اونم شده قضیه اینستاگرام دیگه برادرم. الان تو یوتیوب برید نگاه کنین یا کارهایی که دارن فوش میدن، عملاً دارن فوش میدن، فوشای رکیک میدن. اون بنده خدایی هم که داره برنامه میسازه کپی کارهایی که مستر بیست داره انجام میده. من با کپی مخالفم. اصلا کپی رو دوست ندارم. حداقل کپی آدم میکنه یه سری چیزاشو عوض میکنه. منم میگم اوکی کپی آدم انجام میده، ولی مثلا تو خط داستانی میگیره عوض میکنه. این که تو عین اون میره اجرا میکنی واقعا چه چیزی مثلا داره؟ یه 4 تا اسم میگم، یه 4 تا اسم. بین این 4 تا یکیشو انتخاب کن. محمد امین کریم‌پور، محمد معماریان، عرفان علیرضایی، میثم بلوغ‌آذر. محمد معماریان چرا؟ بچه خاکیه دیگه. اصلا با هم دیگه مراودت یعنی بقیه‌شون خاکی نیستن. نه میثم هم هست. نیستم عرفان علیرضایی محمد کریم‌پور نیستم واقعا. این تئاترایی که گذاشتن نمیدونم دیدی یا نه. آره. محمد امین ندیدم. محمد امین کریم‌پور تبلیغاتش دیدم. نه. خب میپسندی چه جوریه به نظرت؟ الان یه دفعه مثلا حوزه اینستاگرام اومدن تو تئاتر، جایی که هنرمند با تو خونه بشینه بره تو
خیابون با ماشین کار بکنه و یک سری میان جایگزین میشن، من نمیپسندم واقعا. چرا میپسندم؟ اگر علمش رو داشتن دوباره علمش میرفتن و میرفتن سمت و سوی این که یاد بگیرن، بعد میومدن میگفتم دمت گرم. ولی این که شما به خاطر معروفیتت به خاطر پولت میخوای این کارو میکنی نمیپسندم. بعد حالا یه سری میگم مگه جای تو رو گرفته، جای منو نگرفته. همین اتفاق افتاده، فضای تئاتر این شده دیگه. مثلا همه میگفتن رپر اومده، همه رپرها اومدن، بعد میگفت تو مگه حسودی؟ میگفتم با حسادتی وجود نداره برادر من. این آدم‌ها رو آوردن بابت گیشه و این آدم‌ها دارن جای یه سری بچه تئاتری دیگه رو میگیرن. و بچه تئاتری که بدبخت بیچاره 2 ماه داره تمرین میکنه، 1 ماه اجرا میشه 3 ماه. یعنی شما به شایسته سالاری اعتقاد داری؟ بله بابا، تو الان تو هیته خودت داری زحمت میکشی، فردا پس فردا یه نفر بیاد یا 10 میلیارد بذاره وسط بری یه کافه هست چیز بده. خب هست این اتفاق که زیاده. ولی خب تو یهو با خود میای میگه بابا منم پول داشتم همین کار میگم، چون انا همه میرن اونجا. بعد نگاه میکنیم این طرف مثلا مرجع دکور آنچنانی زده فلان کرده چیز کرده، علمی نداره، پولشو داره. پول اومده جای علم. حالا تو بچگی ما میگفتن علم بهتر است یا ثروت؟ البته ثروت البته ثروت واقعا. خب ببین یه چند سوال پشت هم ازت میپرسم، میخوام تک کلمه‌ای بگی، قیافتم دوست دارم قشنگ زوم کنیم ببینیم چندی. یه تیر اگه بهت بدن میزنی تو مغز کدوم بلاگر؟ اسم. نمیتونیم چند تا تیر بدی چند نفر نه یه دونه خیلی اناخه. نه دیگه بین اون لابلا یه دونه رو باید بگی دیگه. حالا اون قره به نام هر کیه بگو. کسی که با زندگی مردم بازی میکنه واقعا اسم. خیلی زیادن، ولی اون کسی یه چیز داره. بدون به نماز بلاگر با محتوا. خب ندارم، من چی بگم؟ خب نیست واقعا. نه اصلا بلاگر با محتوا به نداره. خدا نیست. بلاگر زرد یه دونه باید بگی دیگه، بدون انتخابت یه دونه است. باید یه دونه بگی. یه دونه بگو. آقا زیادن. زردترین. به خدا زیادن. ترین نداری. نمیتونم اینو بگم. در نره. نه اینو بگم به خاطر میشه جدیدن این از بعد داستانی بنده خدایی که الان دیگه تو فضا مجازی کردن پنل میزنن. پنل چه جوریه؟ میان پستو میذارن، پنل میزنن روش، پست یو تو عرض 2 ساعت ویو میشه 2 میلیون، کامنت ها روی 10,000 تا، فالوور رو تو 2 هفته طرف میلیونی میشه. اینو دارم میگم برای مردم ها، به هیچ عنوان رقم ارقام روی ویو ریلز هایی که بچه‌ها دارن میذارن نگاه نکنید. پنل میزنن، ویوشون رو میخرن. همه فهمیدن اصلا بلاگر زرد و فرار کردی ازش. مهم نیست چی گفتی الان. میخرن. جواب سوال من ندادی. آقا خیلی زیاد. بالاترین حد هیترها یه دونه رو بگو. خیلی هیتر زیاد داشته باشه. هیتر داره ها، یعنی اصلا کسایی که تو ایران هم بخوام بگم، تو ایران خارج داره اصلا فرق نه. ایرانو بگو. ایران خیلی هیتر داره. یکی که خیلی هیتر داره به نظر تو؟ فرید کنزو. آموزشی ترین بلاگر، یعنی خوب محتوای آموزشی میسازه به نظرت؟ مثلا اگه تو حوزه خودتون بگی خیلی بهتره، اگه نبودم مهم نیست. ببین اهورا نیازی مثلا تو قسمت دیجیتال به نظرم خیلی واقعا میره دربارش میخونه میاد میگه، یعنی خیلی خوبه. به عنوان بلاگری که تو مارکت دیجیتال داره کار میکنه خیلی خوبه. یعنی این سوال مختص تو خونه خراب کن ترین بلاگر؟ فکر کنم یه ذره قبل‌تر گفتی. نه گفتم آخه دوباره بگم آخه اون با زندگی مردم کار داره. خب ولش. حالا یه سری کثافت کاری میکنه. آخه شیما کاسیوزیان با زندگی مردم کار داره. با مرام ترین بلاگر؟ به خدا وکیلی تو جمع آدم‌هایی که بوده و خیلی ها رو گنده کرده ملیکا تمامی. خیلی ها رو گنده کرد خدا وکیلی واقعا. با کلاس ترین؟ یه کسی که واقعا کلاس داره تو وجودش. با کلاس ترینش به خود چیزی با کلاس تو ذهنم نیست به خدا. آخه نه من قضاوت نمی‌کنم. با احساس ترین؟ من یه تایمی مثلا باش رو در رو شدم، خیلی مثلا با احساس اینا چیز می‌کنه. مثلا نیکا هم بود، نیکا فله‌ای. نیکا دختری که حالا همه از دور می‌بینن چیزه، ولی خیلی آدم با احساسیه، خیلی چیزا روش تاثیر میذاره. جذاب ترین؟ من چون یه داستانی دارم نمیتونم بگم. دلت برای کدوم بلاگر تنگ شده؟ خیلی یه دونه چیز بخوام بهت بگم. یه دونه میخوام بگی. اسم نمیبرم ولی الف که اونم آقای الف که، اونو به خاطر اینکه ما خیلی با هم دیگه کار کردیم واقعا. حالا بچه‌ها که بدونن میدونن کیو میگم. به خاطر اینکه جزء اون دسته آدما بود. من همین یوتیوب هم که شروع شد به واسطه این بنده خدا بود. یعنی خب من خیلی مثلا تو یوتیوب این داستانا میرفتم کمکش می‌کردم. یه تایم به من گفت خب تو چرا این کارو نمی‌کنی؟ تو هم میتونی این کارو انجام بدی. خب من مثلا 11000 تایی که تو یوتیوب گرفتم، خب از یه جا استارت خورد دیگه و خیلی ما با هم دیگه خاطره داشتیم، خیلی جا رفتیم، خیلی مثلا اشغال کردیم. خب می‌خواستم بپرسم با کدوم بلاگر ارتباط نداری، فهمیدم دیگه خودت گفتی. آره. خیلی با خیلی ارتباط ندارم.
یه دونه دیگه اسم ببر. یکی میتونه اسم ببری؟ خیلی آقا تعداد زیاده داداش. یه دونه اسم ببر. میخوام اسم در بیاد. من دوست دارم چیز بکنیم. آقا ببین من اسم بگم میفته تو حاشیه. و طرف میگه اسم من رو بردی نه ویو گرفتی. من حاشیه دوست دارم. تو دوست نداری. ما به خاطر برنامه ما چالشیه. آره. باید حاشیه داشته باشیم. من دوست ندارم بیاد بگه به خاطر من ویو گرفتی. وگرنه خودشون هم میدونن کیه. حالا میخوام ببینم اونایی که مثلا باهاشون ارتباط نداری کدومشون رو دوست داری باهاشون ارتباط داشته باشی، برگردی به ارتباط داری؟ هر کی رو دوست داری. یه سوال دیگه حالا بچه‌ها پرسیدن راجع به یه بنده خدایی که نوشتم جلوت. میخوام ببینم که ببین خب محمد زدی محمد مرسلی دیگه. محمد مرسلی دقیقاً تو اون شاخصه خودش شد نفر دومی آیسا اسلامی. آیسا اسلامی اومد توی فضای مجازی با اینکه من زیاد اصلا رو صحبت کردنش و بیانش زیاد اوکی نیستم، همش فوش و این داستانا که فوش و از تتلو شروع شد، اومد از آیسا اسلامی دیگه پر شد تو فضای مجازی. دیگه الان همه شروع میکنن تاش فوش میدن و فلان میکنن. با محمد مرسلی فوش نداد ولی خب چیزهایی که مردم دوست داشتن مخصوصا نسل زد و نسل زد دوست داشتن بشنون و محمد مرسلی گفت. خب گرفت دیگه 1 میلیون گرفت. نوش جونش. یعنی میخوای بگی مثلا یک کسایی حالا اونم یه جوری بلاگریه دیگه، یک بلاگرای مثلا آیسان اسلامی رو نمیپسندی؟ نه من کسی که فوش بده من صادقانه حالا کاری با فوشش ندارم ولی من خیلی میپسندم. فقط هم یه دلیل داره. صداقت. اصلا تو حوزه بلاگری من اصلا صداقت نمیبینم. همش دروغه. حالا فوش میده یه ذره منفی اشکال نداره ولی تهش انقدر صداقت داره من حال میکنم باش. این شخصیه. ببین صداقتی که باعث بشه یک سری آدم ها سر این قضیه به یک جای دیگه کشیده بشن من دوست ندارم. عین میمونه تو مثلا میگه من صداقت دارم مواد میکشم، منم میگم دمت گرم به من گفتی. خب این میگه خب من صداقت دارم ولی دارم فوش میدم. خب ببینید خداییش یه معتاد دروغگو از یه معتاد صادق نمیشه با هم مقایسه کنیم. یه معتاد صادقه بهتره دیگه. صداقت باز آیسا اسلامی جزو کسایی بود که تو اون تایمی که من سریال آوردم تو اینستاگرام، آیسا اسلامی اومد چیکار کرد؟ این قضیه رو باب کرد تو دل مردم که آقا صادق باشه ولی فوش دادن به مردم یاد داد. گفت آقا یعنی شما مردم فوش بلد نیستن. ببین فوش جا داره. ما تو جمع پسرانه شاید 100 تا حرف بزنیم ولی دختر بیا تو جمع بشینه دخترها فوش بلد نیستن. آقا نباید بگی. من تو جمع دخترانه بودم. خدا شاهده عین صداقت. سطح لول حرفایی که اونا میزنن خیلی از ما بالاتره. خب من این سوال ازت بپرسم اگر توی جمعی باشی خدای نکرده خانومت هم اونجا باشه طرف شروع کنه حرفای کمر پایین زدن تو چک تو هم نشون میدی داداش؟ مطمئنا که دیگه یا تو اون جمع نمیشینی همون لحظه میری یا احترام هم بذاری فردا دیگه نمیریش تو اون جمع. دقیقاً همین داستانه. من مادرم که اینستا رو باز میکنه حالا میخواد 2 تا آشپزی ببینه تو غلط میکنی فوش میدی، تو بیجا میکنی حرف بد از دهن در میاد میزنی. ما هم بلدیم، ما هم میتونیم بزنیم ولی ما هم خیلی میتونیم صادق باشیم دوربینو بگیریم خیلی حرفو بزنیم، نکردیم به خاطر اینکه اون حرفو زدن تو واقعا تو تربیت خانوادگی ما نبود واقعا بخوایم این حرفا رو بزنیم. بالاخره برمیگردی یا میخوای تو سکوت در آرامش زندگی خودت زندگی کنی؟ من آرامشمو با هیچی عوض نمی‌کنم. من تو دورانی که تو اینستا کار کردم موهام سفید شد. تو دورانی که تو اینستا کار کردم آرامش و فکر و ذهن و آیندم گرفته شد. من زمانی که بیام تو اینستاگرام بخوام کار بکنم سریال میسازم، در قالب فیلم کوتاه میسازم، در اینستاگرام یا در یوتیوب پخش میکنم. دیگه نمیام تو این فضا واقعا بخوام اینجوری کار بکنم. یعنی من الان شاید بگم از 100% بچه بلاگر 70%شون دارن به من زنگ میزنن پیام میدن بریم فلان کارو بریم این کارو بکنیم بریم کارو بکنیم. هیچ پولای خوبا به والله پول، یعنی طرف انا پیامشو میارم بهت نشون میدم. به قرآن زده یه سریال مینویسی 70 میلیون بهت بدم، به والله گفتم نه، چون یه چیزی میخواست که من واقعا دوست نداشتم کارم نکردم به خاطرش. من دوست ندارم فضای مجازی رو، واقعا دوست ندارم. واقعا زندگی مردم رو داره ازشون میگیره، به خدا داره زندگیشون ازشون میگیره. تو آمریکا تو هر جایی بری، من تمام دوستام تو خارج کشورن. من شاید مثلا جایی رفتم که حالا قابل دسترس بوده، یه سری دوستان اون ور آب حالا جای اروپایی جای چیزا، والله قسم صبح طرف از 7 صبح بلند میشه میره سر کار تا ساعت 6 7 میاد خونه 2 دقیقه اینستا ترش باز کنه یه نگاه بکنه میبنده با زن و بچه‌ش یا میره یا با دوستاش میره بیرون میاد، روزمرگی خوشگل این ور اون ور زندگی خوب. صبح تا شب گوشی رو برداشتی هی داری نگاه میکنی هی اون چیکار کرد، نمیدونم این با اون دعوا شد، نمیدونم فلانی چیکار کرد، اون و اصلا زندگی از مردم گرفت. و بزرگترین خیانت هم بعد از فیلتر اینستاگرام اتفاق افتاد که فیلتر رو دادن دست بچه 13 ساله که با اون فیلتر شکن وارد شد توی سری سایتایی که نباید نگاه میکرد. اگه بخوای یه جمله به 50 میلیون بلاگر ایرانی بگی چی میگی؟
زندگی نیستش که شما تو فضای مجازی بخواین گوشیتون رو بردارین با مسخره بازی در آوردن بخواین ویو بگیرین. امیدوارم روزی به یه جایی برسین که بفهمین که شما فردا پس فردا میخواین پدر بشین و مادر بشین و میخواین تشکیل خانواده بدین، سرتون جلو اون بچه‌تون بیاد حداقل بالا. فردا پس فردا اینجوری نباشه بچت بره تو مدرسه برگردم بگم بابات همون دلقکه است یا رود نشستن وارد مدرسه بچت بشی. این اتفاق برای همتون خواهد افتاد. اونایی که اومدین از این راه ویو گرفتین فردا زن و بچه دار میشین و مطمئن باشین که این ضربه‌ای که امروز دارین تو بدنه تمام این مردم جوری وارد زندگیتون میشه که سرتون رو نتونین بیارین بالا. واقعا ایران کشوریه که من خودم شخصه انقدر دوست دارم. من 2 بار خواستم مهاجرت بکنم نکردم. به قرآن 2 بار خواستم از ایران برم نرفتم چون دوستش داشتم. ولی ایرانی که اینا ساختن ایرانی نیست که من دوست داشتم. الان دیگه واقعا دوستش ندارم. اصلا دیگه ایران الان دوستش ندارم. 50 میلیون بلاگر توی ایران و دارن کثافت میزنن تو حال بچه. من برادرزادم که 4 سالشه بعضی وقت مثلا میاد یه گوشی داداشمو میگیره بالا پای میکنه، من میترسم. بابا یه کثافتی دارین نشون میده اون بچه 4 ساله یاد میگیره. الان که دیگه ماشاءالله اینقدر مثلا باهوشن، تو یه بگی میره فرزاد برمیگرده. داستانی که تمومی نداره و همچنان ادامه داره، چوبش هم خواهید خورد. یه چیز مهمی رو بگن، تراخوش با هم میسوزن، همه با هم. هر اتفاقی قرار بیفته توی این ایران واسه هممونه. کلام آخر چیزی داری؟ آره، یه صحبتی داشتم با این برنامه‌هایی که داشتن در رابطه با یه سری بی‌هنر رو وارد برنامه‌شون کردم، مثل برنامه علی ضیا، مثل برنامه امیرحسین قیاسی، مثل برنامه مثل ابوطالب. یه سری بی‌هنر رو می آوردن و باشون صحبت می‌کردن در رابطه با اینکه شما چه جوری به اینجا رسیدین. و من داشتم به اون موقع فکر می‌کردم که اون 4-5 تا بچه بودن تو علم نجوم رفتن تو آمریکا مدال گرفتن، مدال طلا گرفتن، چرا نیاوردینشون باشون صحبت کنین؟ چرا نمیاره این بچه‌ها رو بیان تو فضای مجازی صحبت کنن، 2-3 نفر ببینن یاد بگیرن برن مثلا همون راهو ادامه بدن. برداشتی رفتی مثلا یه سری رپر رو برداشتی آوردی فقط به فکر ویو این دیگه، شما هم به فکر ویو این. چرا نکنه مثلا بیاد مثلا با تویی که چند سال مثلا کافه ها رو راه انداختی با اون راه انداز کافه ها، چرا نمیاد با تو مصاحبه کنه؟ تو براش ویوی نداری، من براش ویوی ندارم. دست میذاره دقیقاً رو اون آدمی که ویو داره، بی هنر رو میاره به عنوان هنرمند میکنه تو حلق مردم. یادم گرفتن دیگه جملات خیلی خوشگل. جمله چیه؟ تو چجوری اینجوری؟ من کف بازار بودم داشتم زمین رو جمع، من تا حالا ندیدم یه آدمی برگرده بگه من خودم زندگی متعادلی داشتم رسیدم به یه جا. چرا نمیگه؟ مگه میشه همتون کف زمین بلند شده باشین؟ مگه میشه این اتفاق؟ یاد گرفتیم با ذهن احساسات مردم بازی کنین دیگه. و این آدم ها باعث شدن که این بی‌هنری بیشتر و بیشتر بشه و متاسفانه ویو دیگه. باز برمیگردیم سمت حرف اول ویو. پنل هایی که الان در جدیدن دارن میزنن، ویو میده، فالوور بهتون میده، سین استوریتون رو زیاد میکنه و روش حرف زدیم فکر می‌کنم. آره همه این چیزا رو بهتون میده و الان همه با این پنل دارن توی فضای مجازی کار میکنن. نمیگم از 100% 50-60% دارن با این پنل کار میکنن. دوستان منی که مثلا 300K بودن ظرف یک هفته تو چجوری میشه 1 میلیون دیگه؟ ببخشید چه هنری نشون دادی مثلا طرف بیا تو رو فالو کنه؟ بابا هادی چوپانش با اون هادی چوپانش 8 میلیون نفره. تو چجوری مثلا تو یه روز میشه 1 میلیون؟ کل جهان تو رو میشناسن. این قضیه پنل و صحبتی دیگه ندارم واقعش، چون داره حالم بد میشه دیگه. آرامش رو حفظ کن، یه قلوب نوشیدنیت بخور. ممنون که ساعتی رو با ما گذروندی عزیزم. امیدوارم تو برنامه‌های بعدی بتونیم درست گیت رو جلو ببریم. یه برنامه‌ای که احتمالاً ادامه خواهد داشت و برمیگرده که چقدر ازش استقبال کنین و خوشحال میشیم که این چالش رو داشته باشیم و راجع به اتفاقهای روز این اینستاگرامی، حوزه فضای مجازی، حوزه تئاتر و چیزایی که به اون مرتبطه گپ و گفت داشته باشیم. آره ان شاءالله یه برنامه بزنیم درباره این قضیه واقعا بشیم هر هفته صحبت کنیم. حتما. دست گل در نکنه. قربونت برم. دست شما در نکنه. خدا نگهدار. خدا نگهدار.